زنها بالای مردها حق دارن یا ندارن؟ اگر برادر عزیز ما حق‌هایی که زن بالای مرد داره، اصلا قهری کنی این فعل مردکی نیست، قهری کرده این فعل زنی است. مادر فرزندات آباد کننده زندگی تا والله قسم زندگی بی زن هیچ معنا نداره. این نیست که زن بالای مرد حق داشته باشه. وقتی مردها هر چیزی گفتن زن باید خاموش است، خب کنه. بهترین نعمت‌های پروردگار زنه. جناب پیامبر صلی الله علیه و تا سالش همراهی زنش قهری ایستاده است. در یک خانه زندگی مینه تا 1 سال قطعی زنش قهری بوده بیچاره. بیچاره شریعت ما را معن داشته است که ساعت چیزی است یک دایم گوشکم خبر کی ساز شدم. زن شب چنان زدن کرده که میگه نزدهای چشم یعنی زیهای چشمش سیاه بودن. و من گوشت بیاره چیزی که دلت میخواه، از همون چیزی که خودت میخوری جناب پیامبر گفتن از همون باید همسرتم خورانی. اینجا یک خواهر محترم، اصل 2 سوال امی به مانند همدیگر هستند. یک خواهر محترم شکایت کرده است از شوهرش که این سوالش خیلی طولانی است. از شوهر شکایت کرده است که این مرد به سوی زنش میگفته که فقط مرد بالای زن حق داره. این نیست که زن بالای مرد حق داشته باشه. وقتی مردها هر چیزی گفتن زن باید خاموش است، خب کنه، یعنی گفته مرد به گردن گیره و رفتن بگیره. حق نداره زن که یعنی بالای شوهرش دعوا کنه. این خواهر محترمون چنین خط خیلی یعنی طولانی و دراز نوشته و در آخر التماس کرده است که درباره چنین مردها یک چیزی گویه و مردم فهمونه که آیا زنها بالای مردها حق دارن یا ندارن. اگر برادر عزیز ما حق‌هایی که زن بالای مرد داره، این حق‌ها را اگر ما بیان کنیم شاید که شما دیگه در نزد زنها تو گپ زده نتوانه. چون که این حقی است که شریعت بالاشو یعنی بالای ما حق اونها را بیان کرده است. یکم این که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای مردها بیان کردن که خیرکم خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم بهترین شما همون شخصیتی است که به اهل خودش بهتر باشه، به همسرش، به فرزنداش، به اکا و دادرش، به پدر و مادرش چقدر خوش معامله و خوش مناسبت باشه، خوش رفتار باشه. بهترین شما اون نفر جناب پیغمبر گفتن من که بهترین شما هستم. جناب پیغمبر گفتن من که بهترین شما هستم، گفتن من به اهل خودم خوش معامله و خوش مناسبت یعنی بهترین هستم، خوش رفتار هستم، با اونها مناسبت و معامله خوب دارم. شخصیتی از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن، گفتن یا رسول الله ما حق زوجت احدنا علیه. گفتن آیا حقی یکی از زنهای ما در بالای ما چی هست؟ زن در بالای ما چی حق داره؟ باید ما حق او را چی نوعی هست که یعنی که ادا کنیم حقشه؟ جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم با سوی شخصیت جواب گفتن ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت. تن یکمین حقی زن بالای شما هر وقتی که خودت طعام خوردی از همون نوعی طعام باید برای همسرت بخورانی. هر سخته میخواه اشتیاق داری وقتی میره در چایخانه ها دستلاوی ها میگوی به من ششلیک بیاره، به من منتو بیاره، به من گوشت بیاره، چیزی که دلت میخواه از همون چیزی که خودت میخوری جناب پیامبر گفتن از همون باید همسرتم خورانی. این نیست که فقط تو در اینجا یعنی بهترین چیز خوری با خانه را بعد چی ببری تخم یا با خانه را یک چیزی به ارزی. این نیست. جناب پیامبر گفتن از هر چیزی که خودت میخوری از همون باید همسرت خورانی و هر چیزی که خودت میپوشی از همون نوع چیز باید برای همسرت هم گیری. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم هر وقتی وقت لباس میگیری باید فکر و ایها را کنی. فقط خدا یعنی زینت نتی بهترین لباس ها را پوشی در بین مردم بگردی و بیچاره همسرت تا یکم یک کرته چیتکی که تاجیکستان هم هست تا همون بگرده. یعنی فکر او را هم کنی. برای او هم باید یک نوع لباس خوبه که وقتی نزد یک یعنی دوگانهش یا یک جا دعوتش کنند رفت و شرم نداره، حیا نکنه که یعنی که یک لباسی بی ارزش و ناچیز در بدنش است. باید که برای همسرهاتون جناب پیامبر گفتن هر چیزی که وقتی میپوشی از همون چیز باید برای همسرتون پوشونی. ولا تضرب الوجه ولا تقبح.
جناب پیامبر گفتن که باید همسرهاتون در چهرهشو، یعنی در روی اونها نزنه. بعضی انسانهای بیرحم و بی‌انصاف روز شخصیت در نزد من یعنی حکایت کرد، زن شبا چنان زدن کرده که میگه نزدهای چشم، یعنی زیهای چشمش سیاه بودن. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که باید زنه، البته را در قرآن امر هست برای زدن زنها که اونها را زدنی برای ادب آموختن، تری زدن بیرحمانه و بی‌انصافانه نه که معیبش کنی بعد یک سال دیگه دکتر به دکتر از قفاش بدوی. زدن برای ادب آموختن، برای ادب دادن. یگان چپلاخک در پشتش بزنی، در پشت سرش بزنی، در جایی که خود دردی سختی بدم نیاخی. زدن جناب پیامبر گفتن که در چهره وی نزنه، گفتن در چهره هاشو نزنه و به سوی زنها تو سخنی قبیح نگویه. گفتن سخنی چی نوعی که امروز یعنی نوجوان مردای ما پدر و مادرشون دشمن میکنن و یعنی پدر و مادری وی هم برای یعنی داماد چون پدر و مادرشه. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث شونه که هر انسان یعنی که سه نوع پدر و مادر داره. انسانی که از او تولد شده است، او پدرش است، همسری وی یعنی مادرش است. انسانی که دخترش نکاح میکنی میگیری، اونم برای تو حکم پدری داره، مادری وی حکم مادری داره و شخصیتی که در نزد او تعلیم میگیری استادت وی هم حکم پدری داره برای تو. یعنی که این سه نوع حقوق پدری دارند در بالای انسانی. جناب پیامبر گفتن که باید برای همسرها تو سخنهای قبیح نگویه. ولا تهجر الا فی بیتی، گفتن از او جداگی نکنه مگر در خانه در حالت کسل زنانه شدنش. بعض انسانهایی را ما میدونیم که یعنی نقل کردن در نظمو که تا سالش همراهی زنش قهری استاده است، در یک خانه زندگی میکنه تا یک سال قطعی زنش قهری بوده بیچاره. او بیچاره که زنم طاقت کرده است، صبر کرده است و تقدیر تسلیم و راضی شده است. قطعی همین خیلی نوجوان مرد که اصل قهری کنی فعل مردکی نیست، قهری کرده این فعل زنی است. تا سال جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک روایت گفتن که برای شخصیت مرد حلال نیست که از 3 روز زیاد به یک برادر مسلمانش قهری بیسته. هر شخصیتی که از 3 روز زیاد به یک برادرش قهری استاد و بندگی کرد، جناب پیامبر گفتن که او داخل دوزخ می شود. در یک روایت دیگر گفتن که هر انسانی که به یک برادر مسلمانش از 3 روز زیاد قهری استاد و یعنی وفات کرد، از دنیا گذشت، گناهی این مثل همین است که گویا او برادرش خونش ریزانده از کشت استش. یعنی که چقدر گناهی هر دوش بزرگ است. جناب پیامبر گفتن که شما از همسرها تو یعنی که قهری نکنه، با اونها جداگی نکنه، از اونها خفه نشوه. وقتی البته رمیشه حالتی که زن یگان سخنی ناجا میگوه و عقلش کم است و یا دینداریش سست است، باید که مرد و نصیحت کنه و باید اصلاح کنه. خب جناب پیامبر صلی الله علیه و آله از اونها شما جداگی نکنید مگر در کجا؟ در حالتی که کسل زنانه شد. وقتی کسل حیض شد همون شبک پشت بگردان و به حضور خوره بگو اگه کم تردم بگی که من شریعت منع کرده است، خداوند در قرآن من منع کرده است که در این حالت باید به تو نزدیکی نکنم. مایلی نهاست قچاقت میگیرم نه که یک خدا یگان جنایت نکنه که شریعت یک خداوند حرام گردانده است. او هم فهموندن در کار، یعنی قواقوت نداز بعد پشت سنش بگردان، بفهمانش بگو که خیلی شریعت ما را معن داشته است که ساعت شده است یک دایم گوشکم خبر که ساز شده همیشه برش دقتی هم او خرسند میشه و هم شما انشاءالله، هم او خرسند میشه و هم شما خرسند میشه. به این خاطر با همسرها تو معامله مناسبت خوب داشته باشه برادر عزیز. از همه فعل خصلتی بد خصوصا در این مردم خودمون است که به همسرها بسیار بدبینی دارن، اونها را چپگیری میکنن، سخنهای قبیحشو میگوین، حتی بیچاره ها را بعضشون گپزنی نمیمونن. بیچاره میخواد یک سگ بگه یا رازی دیلش بگه، یک چیزش میفوره، میخواد که بپرسه در سیاست در گم کو خدام تا بگیر گپ نزن. این مردی نیست برادر عزیز. با او باید وای محرم رازت هست، وای شخصیتی هست که رفیق حیات های، مادر فرزندات های، آباد کننده زندگی های. والله قسم زندگی بیزن هیچ معنا نداره. و همین خاطر بهترین نعمت های پروردگار زنه. جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که امرأة صالحه خیر من الدنیا و ما فیها، گفتن زنی صالحه از دنیا و از همه هستی دنیا بهتر است. برای مرد مؤمنه
زن وقتی باشه انسان از حرامی چشم میپوشه، در نزد تا چشمت سیر است، هر سو یعنی به سوی حرام نگاه نمیکنه. به این خاطر برادر عزیز بزرگوار من نسبت به همسرها تو خوش معامله باشه، دوستشون بداره. شبهای گذشته گفتیم هر زن و مردی که همدیگر را دوست میدارن، معامله و مناسبت خوب میکنن، خداوند رحمت شده حیات اینها میریزونه. شیطان قامتش اینها میشکنه. شیطانی که دشمن قسم خورده من و شما، والله قسم، جناب پیامبر حدیثه که شیطان قسم خورده است که ای پروردگار قسم به عظمت و جلالت که من نمیگذارم که یک بنده جنت بروه، من اینها را حرکت میکنم همشه همراهی خودم دوزخ میبرم. از روی انمی انسان من از درگاه تا از رحمتت محروم و ملعون و مردود شدم، من نمیگذارم که انسان آسوده و خوشحال باشه. حرکت میکنم، اونها را وسواس میکنم، فریب میکنم، از راه میزنم. اما وقتی شما یعنی اون همسرهاتون دوست داشته، با اون مناسبت و معامله خوب کرده، شیطان در بین شما دیگه جا نمیابه، بلکه در خانه شما، در حیات شما، در زندگی شما دیگه راه نمیابه که داخل شود. و این خاطر برادر عزیز بزرگوار من حرکت کنی همسرهاتون دوست بداری. خیر خداوند بزرگوار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بگردان. پروردگار بار اله این ماه برای ما مبارک بگردان. در این شبهای آخر این ماه پروردگار ما را از گناه پاکیزه بگردان، گذشتگیامون رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو و مراد و مقصد داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگار را در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار را به فرزندای جمعیت فرزند صالح نصیب بفرما، به زنها را زن صالحه نصیب بفرما. پروردگار را محبوسا و زندانیای ما را آزادی نصیب بگردان. طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار را بار اله هر چیزی که رضای خودت است برای ما نصیب بفرما. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار را تمام برادرهای مسافر و مهاجر ما را در روی عالم در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار را مشکلی هاشون آسان بگردان، در کسب کارهاشو برکت ها عطا بفرما. پروردگار را جملگی ما را خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک.